تماشاوان هجا از ایرو جوار بحث روزنامه کردستان بکم. هنکی دریجه برا سبرا وهبه. روزا 22 نیسان 1898 لقاهره یکمین روزنامه کردی به نام کردستان جعالی مقداد مدحت بگو دست باشونه کرد. ادی او روز 22 نیسان روزنامه‌گری کردی تناس کردن. چما القاهره روزنامه کردستان در کد یانجی بدرخانیان لمصر چت کردن. پشتی تکجونا سرهدانا بدرخانیان در سال 1847 دا دولت عثمانی مالباتا بدرخانیان کوچبر کرد سرگون کرد چون قاهره مقداد مدحت بدرخان بک رابو روزنامه کردستان درخست. مقداد بک بخواه بحث وی روزنامه دکه گوتاره که دریج نویساندیه در روزنامه کردستان دا لازم کرد بیجم تبیجه جنها و پیوه ده هر 15 روزان دا از روزنامه که بنویسینم من ناوی وی کریه کردستان دوی روزنامه دا از قالا قنجی زانیاریه و تیگهشتنه بکم لکداره مرو فرد به لکداره خوندگه و دبستان قنج هنه از نشانی کردان بدم لکداره شرد به دولت مزن چت کن چاوا شرد کن تجارت چاوا دبه چاوا تجارت دکن از قال حمویان بکم اف رحمتی مقداد بک در روزنامه کردستان دا گوتیه پشتره عثمانیان زختن گلکی مزن لسر روزنامه کردستان کرن پشتیوان زختان ادی بدرخانیان وشاندن روزنامه کردستان لقاهره روستاندن برن اوروپا برن جنیف برن بریتانیا پشتی مقداد مدحت بک عبدالرحمن بدرخان بک خدا بن باره درخستنا روزنامه کردستان به کردی مخواست هنکی زانیاری ولی سر روزنامه کردستان هبه لعفرین روزنامه کردستان روزنامه گریا کردی به شاهیه که هاتا پیروز کرد ده شاهیه ده اجمار کسایتی و خلق عفرینی آمده بون هر وها کومن فولکلور گووند و سماین جوان پیشکش کرن بشکی جوه شاهیه ببینن لباجار قامشلوجی پارتیا دموکرات کردستان سوری پدکسه 126مین سالوگر در کتنا یکمین روزنامه کردی کردستان لقاهره ببیرانی. لباجار قامشلوی جزیره روجاوای کردستانی نویسگاه چاند و راگهاندن یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه پدکسه 126مین سالوگر در کتنا یکمین روزنامه کردی ببیرانی. بیرهاتنا و هلکفتنا 120 دیمن تایبت به وی آهنگش بو تورا مدیایی روداوی هاتنه شاندن. شده نیسانی روزک تایبت روزک جشن دیروک امنیتی بده بگمان جبرگ دوی روزی سالا 1880 امیر مقداد مدحت بدرخان او روزنامه اول دامزران لقاهره درخص بناوي كردستان وحتى نيرو يعني 126 سال صار درواز دبي ام هسه ملتي ما احتفال دكي وقت بدو قوتنا جهات وقت يعني براستيجي او ام حوجي اعلامك صحافتك متطور هيجا ما خابن يعني اسبابي ويهني يجي براستيجي مستوى وعي مستوى راجهاندني مستوى زانبوني نا دوي استاق امكان اعلامك يخرجكن ونا وسائل ادواتي لازم جير بيدا دو اعلامي واسع ومتطوع دوی آهنگی ده یک جدا مزره نرین سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه بحثاوی روزه دکه سالانه 22 نیسان دا روزنامه‌گری کردی پیروز کن و بهوینا کو روزنامه‌وان و روزنامه‌گری کردی دوی استی دبی کو غربه و آرمانجو دوزا گل کرد به جهان به دولت و دولت زلهز بگهنه و غربه روی ملت خوب هر جهیدا و غربه ناسنامه ملت کرد د جهان دا بگبینه
لوی آهنگا روژا روژنامه‌گریya کوردیya قامشلو هەژمارەك ji rojnamevan roşenbîr siyasetmedar û sazî û rêxistin beşdar bûn û di nav de jî gotina Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye enekesê û gotina Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriye û hin gotinên din hatin pêşkêşkirin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûda. Ji siwasa Tirkiye ta xaliqîn li başûr gelê Kurdî belav kirin her çand dewlet مالا و آوا تماشا کرد خاطری